من میرم جلو. برو خوش. بازی این شریفی داماد شماست؟ بله استاد. این هر چی بگید دیگه درسته دیگه، چون داماد شماست. هر چی هست من میگم. خیلی خوب، این داماد شما بوده، یعنی دختر شما رو. بله. قیافه خطاب به پنالتی میاد. من مشخص از من نمیدونم چی شده ولی معلوم پنالتی. 87 تومن این پول مال هیئت فوتبال بوده. من صدا شما رو ندارم. من شما چرا میشنوید من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم شما گفت الان ندارم. نه الان دیدید این موقعی که داشتی شما دنبال چی هستی؟ من واقعا تاسف میکنم. به چی؟ به کی؟ ببین وقتی که صحبت میکنی با مخاطب اجازه بده مخاطب حرف بزنه بعد شما صحبت کن. بفرمایید.